سلام 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 خدمت همه دوستان، خدمت همه عزیزان، دوستانی که دارن به صورت لایو منو میبینن در حال حاضر و بعداً بازپخش این برنامه رو هم میبینن. لیلا هستم از ادمونتون در یک روز نیمه ابری بسیار زیبا. بهتون سلام میکنم. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون بهاری، آفتابی و خوب باشه. امروز من دارم میرم مهمونی یه جای خیلی ویژه، خونه یه دوست خیلی عزیز هنرمند و دوست داشتم که شما با من همراه باشین و با هم دیگه آخر هفته روز شنبه بریم مهمونی. پس اگر آماده هستین بفرمایید تا با هم دیگه بریم خونه نینای نازنین. سلام خوش اومدید به خونه من. سلام نینا جان، ممنون، مرسی که میزبان ما هستی. خوبی؟ خواهش میکنم، خوش اومدین. مرسی، من خوبم. مرسی که اومدین، مرسی که این برنامه رو تدارک دیدین. خیلی خوشحالم که به عنوان مهمون خونه خودم دارمتون. شما خوبین لیلا جون؟ عالی قربونت برم، فوق‌العاده، خیلی خوب، همه چیز عالی. منم خوشحالم که اومدم خونه شما مهمونی و ممنون که قبول کردی، وقت گذاشتی آخر هفته. میدونم معمولا برنامه‌های مخصوص به خودتو داری و به هر حال لطف کردی یه وقتی هم به من دادی. یه کوچولو لیلا جان از خودت اول از همه بگو برای دوستانی که تو صفحه من تو رو نمیشناسن. خب من نینا هستم، از تورنتو کانادا، ساکن تورنتو کانادا هستم. اکتبر امسال میشه 3 سال که با همسرم اومدیم کانادا، مهاجرت کردیم کانادا. بعد اینکه خب من تو ایران رشته دانشگاهی مهندسی کشاورزی بوده و خب بعد از فارغ التحصیلی کار در واقع تو رشته تحصیلیم کار نکردم و خب رشته حسابداری خوندم، مدرکش رو گرفتم و خب کار حسابداری میکردم و خب بعدش هم که البته در کنار همین کار حسابداری کار خودرویزی هم میکردم، کار دست انجام میدادم، کار هنری انجام میدادم، کار گوشواره درست کردن و اینجور چیزای حالا بدلیجات و اینجور چیزا درست میکردم. واقعا علاقه داشتم. خب موقعی که حالا اواخر زندگی تو ایران بودش، اونجا خب این کار دستم و یه جورایی یعنی در واقع اصلا پیج اینستاگرام داشتم، پیج بیزنسی داشتم و این کارهای دستم و اونجا فروش داشتم. فروش خیلی در واقع کارم خیلی ابتدایی بود. چرا میگم ابتدایی؟ در مقایسه با کاری که الان انجام میدم. الان من یه بیزنس آنلاین دارم و در واقع کارم به صورت حرفه‌ای کار مارکتینگ رو انجام میدم از طریق این بیزنس و خب میگم خیلی ابتدایی، برای اینکه اون موقع خیلی کار ابتدایی انجام میدادم. کار تبلیغات اصلا بلد نبودم، فقط حالا توی شهری بودیم که یه جورایی شناخته شده بودم و خب کار فروش رو از این طریق انجام میدادم و خب بعدش هم که مهاجرت کردیم اومدم اینجا و باز اگه شما سوالی داریم بفرمایید، اگه نه که من بذارین همینجوری حرف میزنم. خواهش می‌کنم. نه بسیارم عالی خیلی خوب. فقط یه کوچولوشم میدونم امروز یه کار خیلی جالبم می‌خوای انجام بدی. فقط بگو امروز می‌خوای چیکار کنی که من بقیه سوالامو طبق اینکه تو داری کارم انجام میدی در خلال اون ازت بپرسم. چیکار قراره بکنی؟ واقعیتش من کار دست انجام میدم، گوشواره درست میکنم و الانم میخوام یه گوشواره درست بکنم. امیدوارم که تا آخر که این لایو ادامه داره گوشواره تموم بشه و نشون بدم. آره چقدرم عالی، بسیارم خوب. پس شما مشغول بشو و من این وسط سوال میپرسم، هر جا احساس کردم تمرکزتو به هم میزنم بهم بگو. نه خواهش میکنم، بفرمایید. قبلش من فقط بگم که همیشه اینا گوشوارهای خیلی خوشگلی هم داره و همیشه میگم به قول این وریا آی کچینگه و بعد حالا من متوجه شدم که خودش هم درست میکنه، اون که دیگه عالی کار دست که دیگه حرف نداره. خب نینای نازنین، شما خودت هم اشاره کردی که خب کارهای مختلف انجام دادی، حالا حسابداری خوندی، کاری متفاوت انجام دادی، رشته‌های مختلف و اینجا هم درس خوندی، درسته؟ اینجا هم کالج رفتی. بله، بعد از مهاجرت واقعیتش لیلا جون من فکر میکردم خب بعد از مهاجرت که اومدم اینجا میتونم همون کار در واقع فروش همین گوشوارا رو اینجا هم ادامه بدم. پیج اینستاگرامی میتونستم، فکر میکردم که یعنی میتونم اینجا داشته باشم و فروش داشته باشم
ولی خب واقعا دیدم که با هزینه‌های زیاد زندگی اینجا، حالا چه تو آمریکای شمالی چه تو آمریکا، حالا هر جا، ما مهاجرا واقعا بعد از مهاجرت داشتن یه درآمد خوب، یه شغل خوب، واقعا برامون دغدغه است. من اینجوری فکر میکنم. خب من فکر کردم که من با این کارهای کوچیک بخوام در واقع زندگی بگذرونم که نمیشه، باید یه کاری حتما انجام بدم. حالا مدرکم رو یا باید معادل سازی میکردم، دوباره درس میخوندم. دیدم که اینطور خیلی واقعا با این کار کوچیک خیلی سخته. در نتیجه رفتم کالج و اینجا تو دوران پندمیک درس خوندم، مدرکم رو گرفتم. گفتم خب حالا شرایط که بهتر شد حتما برای کار اقدام میکنم. ولی خب شرایط همینجوری، شرایط پندمیک ادامه داشت و خیلی سخت‌تر و سخت‌تر میشد، قرنطینه‌ها طولانی تر میشد. بنابراین فعلا من کار نکردم، یعنی در واقع اینترنشیپ هم گذروندم و تا اینکه گفتم خب دیگه چیز کنم، برای کار دنبال کار بگردم، اینجوری نمیشه. خلاصه که تو لینکدین و اینا دنبال کار میگشتم تا اینکه با این بیزنس آنلاین خودمون آشنا شدم و وارد این بیزنس آنلاین شدم و خب گفتم چرا که نه، میتونم من برای خودم یه بیزنس داشته باشم. چطور که هم میتونه یه کمکی باشه در واقع برای این کار کوچیکی که انجام میدم، در واقع میتونم این کارم رو توسعه بدم از طریق این بیزنس، میتونه کار خوبی باشه. همین که خب برای خودم یه بیزنس دارم و داشتن واقعا یک بیزنس برای خودم میتونه خیلی فکر خوبی باشه. حالا به عنوان مهاجر واقعا میگم دغدغه اینو داشتم که چیکار باید بکنم، چطور درآمد داشته باشم. یه نفر تو خونه کار کردم واقعا سخته، حالا همسرم کار میکرد من کار نمیکردم. خلاصه که آره من وارد این بیزنس آنلاینم شدم و واقعا دیدم که چقدر اول این لایف گفتم من اون موقع چقدر کار ابتدایی تبلیغات در واقع نمیدونستم تبلیغات چجوری میکنن وقتی که تو ایران بودم. ولی خب الان یاد گرفتم اصلا تبلیغات کردن تو فضای مجازی، تو سوشال میدیا چطور هستش. و خب اتفاقا تو اینستاگرام هم یه پیجی تازه درست کردم برای این کارم، ولی خب فعلا تو مرحله اولیه هستش، خیلی رانش نکردم، فقط ستاپش کردم که با امید به خدا از همین در واقع پکیج آموزشی که ما داریم و بالاخره یه سری آموزش ها هستش استفاده بکنم و در واقع از اون طرف بیزنس خودم و در واقع تبلیغاتش انجام بدم و کاراشو پیش ببرم. بسیار عالی. مینا جان بهمون یه توضیح بده داری چی کار میکنی؟ شما میبینم تون دستات داره تکون میخوره ولی توضیح بده چی کار میکنی که بعدا گوشواره آماده نشه ما بگیم چی شد. آره الان من نمیدونم دیده میشه یا نه. آره عالی چه خوشگله. خب اون یه حلقه ایه که اینا رو این نسن این یه حلقه است که البته اینو از یه گوشواره دیگه یه جورایی میشه گفت الهام گرفتم. درسته. ایدهش تقریبا مال خودم نیست، اینجوری میتونم بگم، ولی خب یه چیز متفاوتیه دیگه، حالا جزئیاتش خیلی متفاوته. درسته. بسیار آره کار دیگهش من انجام بدم شما بفرمایید. حتما پس آماده حاضر شدهش هم یه عکسشو بذارید که بعدا دوستا ببینن توی سفر. حتما آماده شدهش چه شکلی بود که نهایتا پس اینطور. خب خودت تقریبا مینا جان اشاره کردی به اینکه خب کار مارکتینگ یه جورایی انجام میدادی و نه به شیوه صحیحش و به شیوه سنتی. و یه چیزی که خیلی از دوستان مثلا وقتی از من میپرسن چی کار میکنی و من میگم خب ما کار مارکتینگ میکنیم و آموزش تبلیغات انجام میدیم، میگن اینکه همه دارن دیگه انجام میدن، هر کی میبینی که دیگه داره آموزش یعنی تبلیغات داره میکنه تو فضای مجازی، کار شما پس چه ویژگی خاصی داره؟ و واقعیت ماجرا اینه برای شما که سنتی کار انجام دادی و الان داری پیشرفته و با دانش حالا به هر حال با پکیج آموزشی مشخص و تست شده و آزمایش شده انجام میدی، چه تفاوت‌هایی دیدی؟ چه ویژگی‌هایی دیدی؟ چه امتیازاتی دیدی؟ اینو لطف می‌کنی توضیح بدی؟ حتما لیلا جون، من وقتی میگم اومدم اینجا فکر میکردم که میتونم این کار رو ادامه بدم همونطور که تو ایران انجام میدادم، ولی خب
وقتی اومدم اینجا دیدم که من وارد یه محیط جدید شدم، از شرایط کار هیچی نمیدونم مثلا این کاری که میکردم یعنی میخوام ادامه بدم در واقع تا چه حد قانونی هست، چیاش خیلی جزئیاتش و واقعیتش نمیدونستم. بر همین گفتم که خب برم من یه سری دوره‌های مارکتینگ بگیرم رو آمازون، چون من میخواستم، یعنی اصلا گذاشتم من استورم رو آمازون باز کردم و رو اتسی هم همینطور که اصلا اتسی وبسایت کار دست هستش. رو اتسی هم استورم رو باز کردم، منتها اصلا مثل یه اقیانوسی بود که افتاده بودم وسطش و نمیدونستم اصلا چیه، چون واقعیتش همه محصولات ریویو داشتن، ستاره دار بودن. من اومده بودم مثلا یه کالایی گذاشته بودم که نه ریویوی داشت نه ستاره‌ای داشت و خب طبیعتا هیچ کس نمیومد که از من خرید بکنه، میرفتن خب سمت کالایی که بالاخره شناخته شده است و ریویو دارن. بر همین گفتم خب یه سری دوره من بگیرم که بتونم از این دوره ها بالاخره استفاده بکنم که محصولاتمو بشناسونم و اینا. و خب در واقع این دوره هم که رفتم سراغشون که بگیرم خیلی هزینه‌های بالایی داشتن. اصلا دوره در واقع مبتدی بیگینرز خود آمازون $6,000 به من قیمت داد برای 6 هفته، طول مدت 6 هفته و در واقع فقط ترینینگ رو در واقع در حد فایل برام میفرستاد و خب اگر من احتیاج به سوالی داشتم، یعنی مشکلی برمیخوردم و سوال داشتم، به من یک در واقع جلسه چیز میدادن، آنلاین میدادن، میگفتن خب بیا جواب سوال مثلا سوالاتو بگیر و بپرس و جوابتو بگیر و خب اونم دوباره هزینه جدا داشت، $140 هم اون هزینه جدا داشتش. خلاصه اینکه من سعی کردم حالا خودم دوباره کارمو پیش ببرم و نرفتم سمت اون در واقع آموزش ها و پکیج اون پکیج ها. و خب میگم وقتی که با این بیزنس آنلاین هم آشنا شدم و دیدم چقدر خوب، میدونی واقعیتش اولش برام یه جورایی گنگ بود اصلا مارکتینگ چی هست، سوشال میدیا. من خب واقعیتش حالا یه جورایی هم یه شخصیتی داشتم که حالا چه تو ایران چه اینجا در واقع اصلا من پیج فیسبوک نداشتم، یعنی داشتم دیاکتیوش کرده بودم یا پیج اینستاگرام هم 2 تا عکس بیشتر، 2 تا پست بیشتر نداشتم، یکیش عکس سگم بود، یکیش هم عکس منظره چیزی بودش. خلاصه گفتم وای اصلا سوشال میدیا چیه، اینا از چی دارن صحبت میکنن، مارکتینگ یعنی چی؟ خب این برام خیلی گنگ بود، نمیدونستم که اصلا باید چی کار بکنم. میدونین اصلا برام تعریف شده نبودش. خلاصه که ولی دلو زدم به دریا. واقعیتش شکم از همین قضیه بودش که اصلا مارکتینگ یعنی چی، سوشال میدیا یعنی چی، ما چی رو تبلیغ میکنیم، همش این برام جای سوال بودش. ولی خب مشورتم گرفتم واقعیتش از همسرم، از خواهرم، گفتم که خب من چیکار کنم، به نظرتون برم مثلا این بیزنس آنلاین رو شروع بکنم؟ و خب حرفی که هم حالا همسرم بهم گفتن هم خواهرم گفتن که این یه علمه، نهایتا تو داری یه مهارت یاد میگیری که از سوشال میدیا چجوری استفاده کنی، چطور تبلیغات میشه کرد رو سوشال میدیا. اصلا به فرض مثلا بیزنس خودت شروع نکردی، این خیلی خوبه که از خودت یه در واقع علم روز رو یاد گرفتی، یه مهارت رو یاد گرفتی و این دقیقا مثل یه فیول بود که میگن اون جرقه رو میزنم با انرژی آدم پیش میره. واقعا این خیلی کمک کرد، خیلی انرژی به من داد که واردش بشم. و خب بعد از اینکه وارد شدم هم بالاخره من پکیج رو که گرفتم، پکیج آموزشی رو گرفتم، برام همه چی واضح شد. حتی تو دوره آزمایشی همه چی برام مشخص شد که اصلا تبلیغات ما تبلیغات میکنیم، چی رو تبلیغات میکنیم، اصلا موضوع چیه. خلاصه که آره تو دوره آزمایشی من همه چی برام واضح شد و بعدش هم که پکیج‌ها برام آنلاک شدن و دیدم که چقدر راحته، چقدر همه چی مشخصه، همه چی پله به پله است، واضحه. چقدر منتور خوبی، یعنی منتوری که من داشتم هم در واقع منتورم بودن هم کوچم بودن، چقدر همیشه هستن. هر لحظه که من یه سوال داشتم بلافاصله وایس میذاشتم رو واتساپ و بلافاصله جوابمو میدادن. خلاصه اینکه خیلی فرق داشت این پکیجی که من از طرف این بیزنس آنلاین گرفتم با پکیجی که من میخواستم برم سراغش. هم هزینه زیاد بود، هم ساپورتی نداشت و خب این واقعا من فکر میکنم که انتخاب درستی کردم اومدم سمت این بیزنس آنلاین. درسته، بسیارم عالی، بسیارم خوب و کامل.
من فقط قبلش یه نکته رو ذکر بکنم که اگر که ما اسمی از جایی، از وبسایتی، از کمپانی، از هر جایی میاریم، حالا آمازون، اتسی، هر جایی که میاریم، اینا واقعا تجربیات شخصی خودمونه که شیر میکنیم. الزاما نه اینکه بخوایم چیزی رو رد بکنیم، نه اینکه بخوایم چیزی رو تایید بکنیم. به هر حال خیلی بیزینس‌های آنلاین وجود دارن که به صورت موازی کنار بیزینس آنلاین ما دارن پیش میرن، خیلی خوب دارن عمل میکنن، خیلی دارن اونجا فعالیت میکنن، خیلی دارن ما داریم که هم اونجا فعالیت میکنن هم اینجا، ولی موفق هستن. بله، تجربیات شخصی خود ماست، تجربیات شخصی که شیر میکنیم و به هیچ عنوان نمیخوام تعمیمش بدیم که یه کلیتی بهش بدیم. اینا تجربه شخصیمونه. گفتم این نکته رو ذکر بکنم. انقدر این روزا هشتگ تجربه شخصی زیاد شده که من گفتم توی لایوامونم اینو من سعی کنم که به کار ببرمش. و یه نکته بسیار جالب دیگه هم که اشاره کردین نینا جان، همون علم و مهارته. واقعا سوشال میدیا مارکتینگ یک حایه که من فکر میکنم این روزا خیلی لازمه. من دفعه پیش که با یکی از دوستان لایو داشتم جمله جالبی گفت یه موقع میگفتن اگر زبان انگلیسی و کامپیوتر ندونی انگار سواد درست درمون نداری. و واقعا این روزا آدم احساس میکنه که اگر از دنیای مارکتینگ و خصوصا دیجیتال مارکتینگ ندونه، حالا ما نمیگیم ما خیلی میدونیم، ولی اگر که آدم ندونه اونم احساس میکنه که یه جورایی همپایه همون زبان انگلیسی و کامپیوتریه که قبلا راجبش صحبت میکردم. نینا جان، سوال من ازت اینه که حالا با توجه به اینکه من دور ازت شناخت دارم از پرسونالیتی، شخصیتت، چه چیزی دغدغت بود؟ حالا بیشترین دغدغت بود در ورود و چه جوری باهاش کنار اومدی؟ چیزی اذیتت نکرد؟ چیزی یعنی نگرانت نمی‌کرد در شروع این ماجرا؟ واقعیتش اگه بخوام بگم چرا من خب بالاخره همونطور که گفتم پیج فیسبوک داشتم، یعنی در حد فقط اینکه ساخته بودمش و رهاش کرده بودم و بعدش چون احساس میکردم فیسبوک خیلی پلتفرم شلوغیه و واقعا احساس میکردم خیلی پلتفرم واقعا شلوغیه، اصلا تحملش رو نداشتم. خیلی اهل شبکه‌های اجتماعی نبودم، صرفا مثلا یه چند تا فقط اسکرول داون میکردم که ببینم اگه دوستی فامیلی عکسی چیزی گذاشته رو اینستاگرام مثلا صرفا فقط لایک و کامنت میذاشتم و اصلا نمیرفتم مثلا بچرخم تو مثلا اینستاگرام ببینم چه خبره. و خب میگم اینستاگرامم خیلی محدود، فقط 2 تا پست گذاشته بودم چون یه حالت شخصیت، خب شخصیت من خیلی محافظه‌کاره، شخصیت خیلی حالا شاید درونگرا بگم، اینجوری خیلی شاید بگم که اینجوری بهتره بگم که اجتماعی خیلی نیستم. بر همین شبکه‌های اجتماعی و سوشال مدیا بر من یکم چیز ترسناکی بود واقعیتش. میگفتم خب من اگه قرار تبلیغات بکنم رو شبکه‌های اجتماعی چطور میتونم اون محدودیت هامو همچنان حفظ بکنم، حریم خصوصی خانواده‌مو رو حفظ بکنم، یا مثلا از خودم عکسی نذارم. خب چون میگم من اصلا از تو پلتفرم‌های یعنی در واقع تو شبکه‌های مجازی اصلا من از خودم عکس نمیذاشتم قبلا. میگفتم خب من چطور میتونم همون محدودیت‌ها رو حفظ بکنم در کنارش کارم هم پیش ببرم. و خب و وقتی که خب وارد شدم دیدم که نه، من همچنان میتونم اون خطوط قرمز رو برای خودم داشته باشم، حریم خصوصی خودم رو داشته باشم، همچنان مثلا از خانواده‌ام میتونم عکس نذارم، ولی خب میتونم کارم هم ادامه بدم و خیلی راحت کاری که باید انجام بدم طبق آموزش ها، ترینینگ ها انجام بدم. بنابراین اینش آره بر من اولش خیلی یه جورایی به شکم انداخت که برم سمتش، نرم، وارد بشم یا نه، ولی بعد از اینکه میگم وارد دوره آزمایشی شدم و بعد اینکه وارد اصلا کل این بیزنس شدم دیدم که نه، من همچنان میتونم شخصیت محافظه کارم رو در واقع حفظ بکنم. درسته، خیلی هم عالی. من قبل از اینکه تکمیل بکنم صحبت رو از ایوب خان تشکر بکنم، ممنون از اینکه ما نگاه میکنیم و بقیه دوستانی که دارن نگاه میکنن مرسی. دقیقاً نینا جان، یکی از نگرانی‌های خیلی از دوستانی که حالا ما رو میبینن و پرسجو میکنن در مورد این موقعیت و مخصوصا آقایون، خیلی برای من جالبه اینه که میگن ما اصلا دوست نداریم شما مرتب لایو دارین میذارین، میان حرف میزنین توی سوشال میدیا، نمیدونم عکس خودتون رو میذارین، خانواده‌تون رو میذارین، ما اینجوری دوست نداریم، لازمه این کار اینه.
و من واقعا همیشه همین صحبتی که شما کردی گفتم که میگم بهشون که ماها رو که میبینید، ماها کسایی هستیم که خط مقدم جبهه، کسایی هستیم که شخصا حالا خود من با جلوی کامرا اومدن، دوربین اومدن، صحبت کردن، عکس گذاشتن خیلی مشکل ندارم، داشتم ولی الان دیگه ندارم. و شما ما رو زیاد میبینید به خاطر ما راحتیم و میایم و صحبت میکنیم و انتخاب شخصیمون بوده که به این شیوه راجع بیزینسمون بیام حرف بزنیم، صحبت بکنیم و به هر حال سوال و جوابا رو جواب بدیم، پاسخ بدیم به سوالای شما. اما خیلی از دوستان هستن که توی این بیزینس دارن کار میکنن، موفقن و من همین که دارم صحبت میکنم یکی یکی اسمشون و تصویرشون میاد توی ذهنم، دارن کارشون رو میکنن و شماها نمیبینینشون به خاطر اینکه اونا تصمیم گرفتن با یه شیوه دیگه بیزینسشون رو پیش ببرن. خیلی لایو نمیذارن، خیلی ویدیو هست خودشون نمیذارن، خیلی عکس نمیذارن، به خاطر اینکه ما روش ها و شیوه های متفاوتی رو یاد میگیریم که چطور میتونیم مارکتینگ کنیم، چطور میتونیم تبلیغات بکنیم و یکی از شیوه هاش اینه که شخصا من انتخاب کردم، میام صحبت میکنم، حرف میزنم، اگر کسی به صورت لایو سوال داشته باشه جواب میدم، نداشته باشه بعدا توی کامنت ها جواب میدم. ولی خیلی هم هستن که شما نمیبینین، کامیونیتی ما 122,000 نفرن و ما تقریبا نزدیک 1000 نفر ایرانی هستیم که شما واقعا شاید 20 نفر هم نبینین که لایو میاد و این برنامه. پس داستان اینه که نه، شیوه‌های خیلی متفاوت همطور که نینا جان گفتم وجود داره و الزاماً شما نباید خیلی در معرض باشید، خیلی خودتون، خانواده‌تون جلوی دوربین. این هم یک شیوهیه که ماها انتخاب کردیم، ولی شیوه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که شما میتونید باش بیزینستون رو جلو ببرید. نینا جان یه سوال دیگه هم ازت داشتم به خاطر اینکه یه آخرین لایوی که من داشتم خیلی هم توضیح دادیم ما که دوستان چطور مثلا تمرکز لایومون بر این بود که دوستان چطور میتونن وارد این مجموعه بشن، اصلا چک کنن، بررسی کنن، ببینن دوست دارن یا نه و چه چیزایی بهشون آفر میشه تو این دوره که میان بررسی بکنن و یه توضیح کلی در موردش دادیم. ولی آخر لایو، یعنی بعد از اینکه من لایو تموم شد و کامنت رو دیدم، یکی از دوستان گفته بود که من این همه لایو رو چیز کردم، دنبال کردم، اینقدر شما برای همدیگه نوشابه باز کردید، دقیقاً این جمله رو نوشتم. آخرش نگفتین که چی کار کردی و آخرش نگفتین اصلا اون دوره رایت توش چی به ما داده میشه و من گفتم ای خدا تو رو خدا ما این همه حرف زدیم، ما اصلا تمرکز اون لایومون روی قضیه بود. حالا به هر حال گفتم شاید خالی از لطف نباشه که یه بار دیگه هم شما لطف کنی و بگی که دوستان اگر خواستن اصلا ببینن که این بیزینسی که ما میگیم، این دیجیتال مارکتینگ که ما در موردش صحبت میکنیم چی هست، چه جوریه، یه بررسی بکنن تا جایی که ریسک نداشته باشه براشون، خطری نداشته باشه و فقط بیان ببینن این به دردشون میخوره یا نه، لطفا بگو چی کار میتونن بکنن. خب قدم اول این هستش که دوستانی که این لایو ما رو دارن تماشا میکنن میتونن وارد قسمت کامنت این لایو بشن یا از طریق حالا هر پلتفرمی که دارن تماشا میکنن حتما وبسایت ما، من و لیلا جون، حتما تو قسمت بایوی این در واقع پلتفرممون هستش، یا اینکه وارد قسمت کامنت همین لایو بشین، لینک ما رو حتما اونجا پیدا میکنین. برای قدم اول شما باید اسم و ایمیل خودتون رو از طریق این لینک وارد بکنید. حالا این کار برای چی است؟ خب خیلی از دوستان میگن که خب شما ایمیل های ما رو میگیرین و اینکه خب خبری هم بعدش ازتون نمیشه. اولا یه سریاشون اینجوری میگن، یه سری از عزیزان میگن ما ایمیلمون رو دادیم هیچی هم از شما نگرفتیم. یه توضیح بدم اینجا، وقتی که شما ایمیلتون رو وارد در واقع لینک وبسایت من میکنین، ممکنه که شما اسمتون رو و ایمیلتون رو قبلا تو وبسایت شخصی دیگه هم وارد کردین قبلا و خب ازشون در واقع به صورت اتوماتیک یک سری ایمیل ها دریافت کردیم که توی این ایمیل ها لینک یک وبینار رایگان 90 دقیقه‌ای هستش. خب شما این لینک ها رو قبلا دریافت کردین، برای همین اگه دوباره بیاین اسم و ایمیلتون رو تو لینک وبسایت من وارد بشین بذارین، مسلما ایمیل دیگه دریافت نمی‌کنید. برای همین منتظر میمونن دوستان و میگن دوباره پیغام میدن ما که هیچی نگرفتیم، شما ایمیل ما رو گرفتین، اطلاعاتمون رو گرفتین، هیچی به هیچی. نه اینطوری نیست. شما وقتی که اسم ایمیلتون رو میذارین، ما از طریق این ایمیل شما به شما در واقع این ایمیل شما
براتون یک سری ایمیل های اتوماتیک میفرستیم، لینک یک وبینار رایگان داخلش هست. خواستین به صورت لایو درش رجیستر میکنین، شرکت میکنین، نخواستین بازپخش شما براتون میفرستیم، بازپخشش رو تماشا میکنین. یه وبینار کلی هستش، یه اطلاعات کلی در مورد این بیزنس آنلاین به شما میده. اگر دوست داشتین، علاقه‌مند بودین که اصلا بر خودتون یک بیزنس داشته باشین، یعنی این در واقع این مایندست و این تفکر رو داشتین و خواستین بیشتر در مورد جزئیات بدونین، یک مرحله آزمایشی ما داریم. یه مرحله 30 روزه هستش که شما وارد این مرحله آزمایشی میشین. $149 آمریکا رو پرداخت میکنید. حالا این $149 شما که پرداخت کردین وارد دوره آزمایشی 30 روزه ما میشین. توی این دوره شما امکان اینو دارین که وارد گروه های خصوصی فیسبوک ما بشین و خب ارتباط بیشتری با ماها کل کاربرا داشته باشید. میتونین با کوچ و منتورها ارتباط برقرار کنین، از تجربه هاشون بپرسین، از درآمدهاشون بدونین، از سیستم درآمدزایی مطلع بشین که اصلا این بیزنس سیستم درآمدزاییش چطور هست، یا اصلا ما چی رو تبلیغات میکنیم، کمپانی چه کمپانی هستش. تمام جزئیات تو این دوره آزمایشی برای شما مشخص میشه. خب الان شما تمام اطلاعات رو گرفتین و الان میخواین ببینین که خب الان باید چی کار بکنین. شما اگه الان تصمیم گرفتین که این مسیر رو ادامه بدین، در واقع وارد این بیزنس آنلاین بشین، این $149 که پرداخت کردین، دلار آمریکا رو در واقع شما در واقع همین هزینه که پرداخت کردین صرف ساختن وبسایت شما میشه. شما برای انجام دادن این بیزنس احتیاج به یک وبسایت داریم که همون حالا سیلز فانر هستش. یه سری کارهای دیگه انجام میشه، یه سری کارهای در واقع جزئیات دیگه هستش که انجام میشه و خب این هزینه صرف اونا میشه. اگر نخواستید و دیدید که اصلا مناسب شما نیست این بیزنس، کاری که انجام میشه اصلا مناسب شما نیستش، این $149 بدون هیچ کم و کسری، بدون هیچ به قول این وریا که میگن یه فاین پرینت هستش، نمیدونم یه چیز خاصی، یه کاندیشن خاصی هستش و اینا، نه، هیچ شرایطی نداره. همون هزینه که پرداخت کردیم بدون هیچ کم و کسری به صورت گارانتی بلافاصله که تقاضای ریفاند کردیم براتون برگردونده میشه. و خب بعد از اینکه برگردونده شدم دیگه شما قشنگ میایین از قسمت ایمیل ها، پایین ایمیل آن سابسکرایب هست، آن سابسکرایب میکنین و ایمیل های ما رو دیگه دریافت نمیکنین. فقط یک سری اطلاعات دریافت کردین شما، یعنی اطلاعاتتون در مورد این بیزنس بالا رفته و دونستین که اصلا این بیزنس چی هستش و خب دیگه اتفاق خاصی نمیافته. و خب من فکر میکنم که همه جزئیات رو گفتم. اگه شما فکر میکنین که بازم موردی هست بفرمایید. خیلی دقیق، خیلی بعدشم کامل گوش میکردم. گفتم وقتی با یه منتور جوون و تکنولوژی وارد و اینا سر و کار داری، اون آن سابسکرایب رو من نمیدونستم. الان داشتم فکر میکردم این چه کاری، چه کلکی نینا داره یاد میده که آن سابسکرایب هم بکنید که دیگه از ما ایمیل نگیرید. نه بابا آن سابسکرایبمون نکنید دیگه. به هر حال نه، خیلی کامل، خیلی قشنگ توضیح دادید دوستان. واقعا واقعیت ماجرا همینه، ما هیچ چیزی برای قایم کردن نداریم. اینقدر نینا با جزئیات و دقیق گفت که داستان همینه. توی وبسایت ها ثبت نام بکنین. اگر دنبال یک منتور خیلی فعال با حوصله، کسی که حسابی براتون وقت بذاره باشید، که نینا جان عزیز هستش که اینقدر ماشاءالله نالجبله. من خودم هر جایی گیر میکنم سریع تکست به نینا میزنم و واقعا 5 دقیقه، زیر 5 دقیقه جواب سوالامو پیدا می‌کنم. لطف دارین. و حقیقتا میگم خیلی خیلی بچه‌های فعال، خیلی بچه‌های با آگاهی، با دانش، منتور دارید، کوچ دارید و میتونید بررسی کنید. یه بیزینس مدل رو بررسی می‌کنید. من همیشه میگم حداقل این فرصت رو خودتون بدین بررسی بکنید که از این بعد توی یوتیوب، توی فیسبوک، این ور که ما رو می‌بینید بگید ما می‌دونیم این راجع به چی صحبت می‌کنن، ما رفتیم این بیزینس رو بررسی کردیم، حالا یا در حال بررسی هستیم یا به دردمون میخوره یا نخورد یا هر چیزی، حداقل یه بیزینس مدل رو بررسی کردیم و ازش سررشته داریم. من فقط می‌خواستم اینم تکمیل بکنم که چون اینم یه موضوعی که این روزا من زیاد ازم پرسیده میشه، این $149
فقط برای اینکه شما بیزینس مدل رو بررسی کنید و نهایتا اگر خواستین شروع بکنین، همونطوری نینا جان گفتن، صرف ساختن وبسایتتون، فانلتون و این برنامه‌ها میشه. این بیزینس اینوستمنت داره، بیزینس اینوستمنت داره. اصلا کلمه بیزینس و اینوستمنت یا سرمایه‌گذاری با هم زاده شدن و سرمایه‌گذاری در این بیزینس از $500 به بالا هستش. $500 کانادا. پس دوستان فکر نکنید که با این $149 شما میتونید یک بیزینس ران کنید. خیر، این $149 رو باهاش میتونید یک بیزینس اپورتونتی رو بررسی کنید و اگر نخواستید کاملا 100% همونطور که نینا جان گفتن بهتون ریفاند میشه. شما برای اینکه بتونید بیزینستون رو ستاپ بکنید نیاز به یک سرمایه‌گذاری اولیه دارید و بیزینس بسیار بیزینس ریواردینگیه. سرمایه‌گذاری که میکنید به هر حال، من نمیخوام عدد بگم، رقم بگم، ولی برای آدمای مختلف زمانه متفاوت برگشته بهشون. برای شما قطعا همینطوره، بر اساس تلاشی که میکنین، زمانی که میذارین و افورتی که روی بیزینستون میذارین. اما به هر حال من میتونم اینجا منشن کنم که این بیزینس یه سرمایه‌گذاری اولیه هم نیاز داره. کلام آخری داریم نینا جان قبل از اینکه اون گوشواره خوشگلم بهمون نشون بدی؟ چیزی میخوای اضافه بکنی؟ نه، واقعیتش من فکر می‌کنم که شما همه چی رو اشاره کردین، صحبتامون هم کامل بود. اگه سوالی داریم بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه، من فقط می‌خواستم ازت تشکر کنم، بهمون نشون بده اون گوشواره رو اول تا من. خب این تموم شدهش هستش. تموم شده شه. بسیار هم خوب. یه خواهی مرتب. آره خب خیلی هم خوشگله، خیلی هم قشنگه. حتما یکی هم براتون یکی دوتا از قبل درست کردم، اینا رو هم میتونم نشونتون بدم. بسیار هم عالی. خب چه خوشگله. و اینکه یکی دیگه هم دارم. نینا جان آدرس پیج اینستاگرام چیه؟ اینم چه خوشگله، چه سبز قشنگی. آدرس پیج اینستا چیه؟ میذارم داخل کامنت ها، لینکش رو میذارم. دوستانی که حالا علاقه من باشم به اینجور کارهای دست، اینم یه مدل تابستونی هستش که کنفی هستش. حالا مدل تابستونی دوستانی که دوست داشته باشن. بسیار خوشگل، بسیار با سلیقه، خیلی هم عالی. ان ممنون نینا نازنین از اینکه وقت گذاشتی اومدی کارهای به این قشنگی نشون دادی، با ما شیر کردی، اطلاعاتتو شیر کردی و مرسی که اینقدر پروفشنال، اینقدر با دانش، اینقدر با آگاهی هستی و کنار مایی و به ما همه کمک میکنی. مرسی از شما. مرسی که امروز برنامه امروز رو تدارک دیدین. مرسی که هستین. ممنون از شما واقعا. من دوست دارم که اینجا به صورت زنده از شما هم تشکر کنم که همیشه حامی من بودید، همیشه پشتم بودین. مرسی از شما. مرسی از عزیزانی که لایو رو تماشا کردن، با ما همراهی بودن. من رو موبایلم الان اصلا کامنت و اینا نمیبینم، ولی خب مطمئنم که دوستان لایو هستن ما رو تماشا میکنن. ممنون از همگی. مرسی. منم تشکر میکنم از همه دوستانی که همراهیمون کردن. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا دیدار بعدی. خدا نگهدار همگی. خداحافظ نینا جان. خداحافظ.